جامعه آبادی خواهد شد. این دوتا جمله خیلی ساده میگویم. این دوتا اعتقاد هست درباره الله. این جمله را از صمیم دلت باید بگی، به فرزندت و خانوادت یاد بدید. الله چی؟ الله عزیز، الله عظیم. از این ساده تر میشه گفت عقیده رو؟ الله عزیز، الله عظیم. الله عزیز چه قدرتی ایجاد می کند، الله عظیم چه قدرتی ایجاد می کند. تسلط بر دلها با دو چیزه، یا با عشق یا با ترسه. یا باید کسی رو دوستش بداری تا مطیعش بشوی، یا باید از کسی بترسی تا تابعش بشوید. اگر این دوتا رو به الله بدهیم تو دارای عقیده خوبی خواهید شد و همه طبیعت و مخلوقات خدا تسلیمت خواهد شد. این دوتا کلمه رو مشکلمون حل بکنیم باش. الله عزیز یعنی دوست داشتنی، عزیزتر از اون کسی نیست. و الله عظیم، بزرگ، عظیم، کسی از اون بزرگتر و مهیبتر و دارای هیبتی بالاتر نیست. ذوالجلال و الکبریا و العظمه. به همین سادگی همه پیامبران خدا این دو جمله را گفتند. همه مردان بزرگ دین که خاتمه شهادت نصیبشون شد این جمله را گفتند. الله عزیز. ابراهیم خلیل بتشکن این جمله را گفت. خداوند در سن نازایی پسری بهش داد. پسر بزرگ شد، پسر عزیز دلش شد، تعلق قلبش قوی شد نسبت به اون عزیزش. خداوند خواست آزمایشش بکنه، در خوابش نشان داد، گفت ابراهیم فرزندت برات عزیز شده. من چی؟ من رب تو هستم، خالق تو هستم، همه کاره تو هستم. حیات و من به تو بخشیدم، زن و من به تو بخشیدم، فرزند و من به تو بخشیدم، محبت و من به تو بخشیدم. در سن پیری و سالخوردگی و نازایی فرزند پسری بهش داد. این فرزند بزرگ شد، تعلق و عاطفه ها قوی شد. خدا در خوابش نشان داد، دستور داد که فرزند تو با دست خودت ذبح بکن. الله عزیز گفتن که شوخی نیست. از خواب پرید، بی‌طاقت شده، هر چه زودتر باید فرمان الله اجرا بکنه. بی‌طاقتیش این بود، نمیخواست تأخیر بکنه. فرزندش هم براش عزیزه. چند روز پیش یه نفر بهم گفت شیخ نتیجه آزمایش ما مثبت شده. 2 سال 3 سال بیشتر نیست ازدواج کردن، 2 سال بچه دار نشده. زجر میکشید، زجر 20 فرزندی 2 سال. کسانی بودن 15 سال بچه دار نشدن. 2 سال ازدواج کرده، پریشان بود. شیراز و یزد و جاهای دیگه. چند روز پیش خیلی خوشحال بود، گفت یه خبر خوشی بهت بدم، نتیجه آزمایش مثبت شده. من میخوام بچه دار بشم، پدر بشم بعد از 2 سال ازدواج. چقدر بچه عزیزه، در سن نازایی، سالخوردگی 100 سال. خدا فرزندت پسری بهش میده. عزیز میشه یا نمیشه؟ بعد که کمی بزرگ میشه، بابا گفتن یاد میگیره، همراه باباش این طرف اون طرف. در خواب میبینه که خدا بهش میگه با دست خودت ذبحش بکن. از خواب